big question. What if everything you know to be true was just one big lie? سلام به همگی، به فیلم اسپویل خوش اومدید. امروز قراره قسمت 4 سریال سیلو رو با هم بررسی کنیم. تو این قسمت سرنخ‌هایی به دست میاریم که اتفاقات سیلو رو کاملا بهمون توضیح میده. مثل عددی که روی تخت سیاه دیدیم، اطلاعات جدیدی رو راجع گذشته سیلو قراره به دست بیاریم. پس قبل که بررسی رو شروع کنیم، دکمه سابسکرایب و زنگوله رو بزن. بعد از اینکه جولیت متوجه شد سیلو خودش داره به سرنوشتی دوچار میشه که سیلو جدید دوچار شده، داره سعی میکنه لباسی پیدا کنه که به سیلو 18 برگرده. اما مشکل اینجاست، لباسی قرار استفاده کنه باید شرایط داخل آب رو تحمل کنه. پس سعی میکنه تمام قسمت لباس رو ترمیم کنه تا یه حدی موفق میشه. چیزی جالبه، سولو اطلاعات زیادی از بیرون سیلو داره، شاید به خاطر اینکه یه زمانی اون رئیس سیلو بوده. برای همین هم این چیزا رو یاد گرفته. همونطور که تو قسمت قبل دیدیم، برنارد به کامپیوتر پیشرفته دسترسی داشت و الان هم کلی عینک واقعیت مجازی تو سیلو شماره 18 دیدیم. توی صحنه ما روی تخت سیاه عدد مرموزی داریم میبینیم که سولو میدونه اونا چیه، اما نمیخواد جولیت راجع به اونا چیزی سر در بیاره. برای همین هم میگه برای کسی مهم نیست و باید پاکشون کنه. اما اصلا هم شبیه اعدادی نیستن که بچه‌ها اونا روی تخت سیاه نوشته باشن. پس من حدس میزنم بعد تاریخی چیزی باشه، چون 4 رقمیه و 1 سال توی خط بعدی اضافه میشه. اما نکته عجیب اینه که با عدد 55 شروع میشه. شاید 2 تا کلمه اس پشت هم باشه که یه نوع کد باشه. توی اعداد به سال 2031 رسیدیم. شاید کسی داشته اونجا یه سری محاسبه انجام میداده تا بتونه تاریخ دقیق این اتفاقاتی که باعث شد همه مردم داخل سیلو زندگی کنن رو پیدا کنه. سولو یه جا راجع به دختر بچه صحبت میکنه که اسمش لاپیس بوده، اما چیز دقیقی رو راجع به ماجرا به ما نمیده، چون ارتباطش با یه دختر 11 ساله واقعا عجیبه. من حس میکنم عقل خودشم مثل بچه 10-11 ساله باشه. از اونجا که راجع به علاقش به حیوانات داخل سیلو صحبت میکنه و به جرات هم میگه که اون توی تخیلش بوده، واقعا ممکنه رئیس سیلو نباشه و راسل یه جورایی اونو فریب داده باشه. یه جورایی گفته باشه مثلا تو رئیس بعدی هستی بعد از من. رنگ چشماش موضوع مهمیه که نمیخواد جولیت چیزی از این موضوع بدونه. یا اتفاق ژنتیکی بوده یا یه نوع آسیبه. من حس میکنم این آسیب باشه که احتمالاً توی ادامه داستان راجع به موضوع بیشتر میفهمیم. خب وقتشه که بریم سر وقت سیلو شماره 18. اما قبلش یه سوالی برام پیش اومده. جولیت برای کوالا ایمنی میخواد چیکار کنه؟ چون چیزی که دیدیم وقتی از آب بیرون اومد چیزی روی سرش نبود. احتمالاً اونجا یه لباس غواصی چیزی شبیه این ممکنه پیدا کنه. شاید بزرگترین چیزی که توی سیلو شماره 18 اتفاق افتاد مرگ قازیمدوس باشه که با این ماجرا برنارد شروع کرد به سرکوب شدید شورشی‌ها و مثل همه دیکتاتورها مردم مقابل مردم قرار داد. برنارد حتی دوست و معشوقه سابقش رو برای حفظ وضع موجود قربانی میکنه. اما نکته جالب اینجاست، قبل از مسموم کردن قازیمدوس، برنارد زمانی که میخواست عینک رو به قازیمدوس بده ازش پرسید که قبلا از این استفاده کردی و مدوس چند لحظه به این موضوع فکر کرد. من حدس میزنم هدست داره از طریق کامپیوتر پیشرفته کنترل میشه، شبیه چیزی که ما توی لباس جولیت دیدیم. کامپیوتر حتما میتونه تصویرهای خیالی رو نشون بده که قبلا ضبط شده، مثل جنگل سرسبز. توی صحنه دیدیم که وقتی قازیمدوس داشت میمرد از برنارد پرسید که بشریت چیکار کرد که این بلا سر دنیا اومد. و توی صحنه میبینیم که چاقو توی بدن قازیمدوس فرو رفته و احتمالاً چاقو برنارد باشه که از قسمت مکانیکی گرفته. حالا شروعش از قسمت پایین سیلو شروع شده. اما نکته مهم اینجاست که حالا که مدوز مرده کی قراره اونو بگیره که برنارد اونو کاملا تحت کنترل داشته باشه؟ معما جاییه که مدوز بعد از استعفا از سایه برنارد بعد 25 سال 4 روز ناپدید شد، اما هیچ وقت به برنارد نگفت که این مدت کجا بوده. راجع به موضوع یه سری تئوری وجود داره و گفته میشه احتمالاً اون 4 روز که مدوز ناپدید شده بود داشته بچه برنارد رو سخت میکرده. توی یه صحنه میبینیم که روی دیوار غیر از که اسم قربانیای شورش گذشته نوشته شده باشه، متوجه میشیم که شورش‌های بیشمار دیگه هم بوده و دلایل مختلفی هم داشته، اما همشون از قسمت مکانیک شروع شده. اینجاست که اونا متوجه میشن یه نیروی قدرتمندی در حال دستکاری فعالیت سیلوه تا مکانیکا مثل مجرما شناخته بشن. خب اینجا بررسی این قسمت تمام میشه. امیدوارم دوست داشته باشید. پس لایک و سابسکرایب فراموش نشه. خدا حافظ تا قسمت بعدی.